هیچکس چی؟ یه جا گفته بود که امیر تتلو رپ کن نیست. ببین سروش دوست من بود، دوست خیلی خوبه. نمیدونم این حرف گفتنش جایز هست یا نیست، ولی من رپ کار میکردم و اولین بار اصلا سروش به من گفت که آرنبی بخون. گفتش که آرنبی چرا نمیخونی تو، چون صدات هم قشنگه، رپ هم که مینویسی، خب بیا آرنبی بخون. ما آرنبی خونم نداریم. البته خودش هم درست اطلاعاتش کامل نه، آرنبی چیزیه که کنار رپ بخونن. و اینکه من آرنبی خون شدم اصلا کار سروش بود. تز سروش بود و ما خیلی با هم صمیمی بودیم، خیلی بیشتر از هر رفیق دیگه‌ای که من تا حالا داشتم و هر رفیق دیگه‌ای که سروش تا حالا داشتم. مطمئنم که ما خیلی با هم صمیمی‌تر بودیم. یعنی ما عشق و حالمون همش تو پارک و تو خیابون و چه میدونم تو خونه هامون در کنار پدر مادرامون. یعنی مثلا من پدر مادر سروش کامل میشناسم. مامانمون قطعا میپرسه که از امیر چه خبر. من همیشه سروش رو قلبا دوست داشتم. اون میگه رپ کن نیست، اون به خاطر این میگه که سروش دوست داره که من یه آرنبی خون خیلی خوب باشم و خودش یه رپر خیلی خوب باشه. اروی خیرخواهی میگه. ارو خیرخواهی میگه.